آقا و یا خانومی که میاد توی فضای مجازی اعلام میکنی چک و 2 روزه براتون نقدش میکنم، آخه چطوری؟ چکی که باید برگشت بخوره و بری دفتر خدمات قضایی درخواست صدور اجرایی چک بدی و درخواستتون به رئیس دادگستری و یا سرپرست مجتمع ارجاع بشه و بعد رئیس دادگستری به شعبه مربوطه ارجاع کنه و مدیر دفتر شعبه دقیق پرونده شما را بررسی کنه و به نظر قاضی دادگاه برسونه و بعد از اون قاضی دادگاه اگر پرونده شما موعد صدور اجرایی بود دستور صدور اجرایی بده و بعد اجرایی به محکومون علیه ابلاغ بشه و محکومون علیه ظرف 10 روز مال معرفی کنه و مفاد اجرایی رو اجرا کنه، چطوری میشه چک و 2 روزه نقدش کرد؟